Look at my shit is red. I be really on the haze. I don't really give a cause I'm weed. Never nigga left to smoke. When my glasses let go, I'ma have to let go. سال 1953 یکی از بزرگترین برندهای ماشین سازی نه تنها برند نبود بلکه فقط یه پسر بچه 15 ساله بود. هنوز هیچکی بروس مکلارن رو نمیشناخت. بازیای بچگیش هم با بازیای ما فرق داشت. مثلا خودش به تنهایی یه آستین اولتسر رو برداشت و تبدیلش کرد به یه ماشین مسابقه‌ای. اما این تازه شروع ماجرا. بروس 6-7 سال بعد وقتی 22 سالش شد یه کار کوچیک و کم ارزش کرد. تبدیل شد به جوان‌ترین برنده گرند پری فرمول 1. یعنی فقط تو 22 سالگی اسمش تو تاریخ ثبت شد. حالا اگه شما این همه موفق شده بودی چیکار می‌کردی؟ خب منطقیه، شرکت خودتو ثبت می‌کردی. واسه همین بروس تو سال 1963 شرکت خودش رو راه انداخت. اسمش هم گذاشت مکلارن موتور ریسینگ. شرکتی که قرار بود اسمش با گذشت زمان تبدیل بشه به یکی از معروفترین، پر افتخارترین و البته افسانه‌ای ترین اسم تاریخ مسابقات اتومبیلرانی. اما یه نکته‌ای هم بود، مکلارن فقط یه شرکت مسابقه‌ای بود. اونا تولیداتشون مخصوص پیست بود، ماشین فرمول 1 و مسابقه‌ای. یعنی واسه خیابون و آدمای عادی ماشین تولید نمی‌کردن. ولی همیشه اتفاقای بزرگ از دل یه رویا در میاد. بروس مکلارن هم یه رویا پرداز بود. پیش خودش گفت وقتی دارم یکی از بهترین ماشین‌های مسابقه دنیا رو میسازم چرا ماشین خیابونی تولید نکنم؟ دقیقاً همینجا بود که پروژه ساخت یک مکلارن خیابونی شروع شد. اما متاسفانه بروس جاده‌ای رو ساخت که هیچ وقت نتونست تهیه‌اش رو ببینه. تو سال 1970 وقتی پروژه هنوز تو مرحله ساخت نمونه اولیه بود، بروس هنگام انجام کار مورد علاقه‌اش جونش رو از دست داد. وقتی که داشت یه ماشین مسابقه جدید رو آزمایش می‌کرد. بروس مکلارن فقط 32 سالش بود. همزمان با بروس نمونه اولیه M6 GT هم به خاک سپرده شد. مشتی خاک روی بروس مکلارن و رویای ساخت بهترین خودروی خیابونی. اما تقریبا همیشه یه ایده بعد از ایده پردازم زنده میمونه. این مقدمه تاریخچه جذاب مکلارن بود. تو سال 1980 ران دنیس کنترل شرکت مسابقه مکلارن رو به دست گرفت. اون شرکت مکلارن رو با تیم مسابقه خودش ادغام کرد، یعنی پروژکت 4 ریسینگ. مکلارن زیر نظر ران دنیس بزرگ و بزرگتر شد. ماشینای این شرکت در طول دهه 1980 تقریبا تمام پیست‌ها رو فتح کرده بودن. مکلارن تو مسابقات میدرخشید، اما جنون‌آمیزترین تصمیم تاریخ این شرکت توی پیست گرفته نشد. داستان از یه فرودگاه شروع شد. همیشه تأخیر پرواز چیز بدی نیست. این 3 نفر تو فرودگاه بودن و به خاطر تأخیر پرواز حوصله‌شون سر رفته بود. ران دنیس که قبلا بهتون گفتم، اینم گوردن موری مدیر فنی شرکت و البته یکی از سهامداران این شرکت، یعنی منصور اکرم اوجه از عربستان. پس شروع کردن با هم گپ زدن. از اونجایی که کشورشون تورم نداره و راجع به قیمت دلار و بنزین و گوشت و این چیزا صحبت نمی‌کنن، تصمیم گرفتن راجع به ایده قدیمی بروس مکلارن بحث کنن. ایده رو که یادتون نرفته، ساخت یه ماشین خیابونی با قیافه فرمول 1. اولش فقط یه گپ ساده برای وقت گذرونی بود، اما این ایده هیچ جوره از ذهنشون بیرون نرفت. ران دنیس از قبل کنار مکلارن یه شرکت دیگه هم راه انداخته بود، اسمش بود مکلارن کارز. تا اون موقع این شرکت عملاً کار خاصی انجام نمیداد، فقط بود دیگه. تا اینکه تو سال 1990 اعضای تیم یه جلسه رسمی برگزار کردن تا بالاخره مشخص کنن ماشین خیابانی مکلارن باید دقیقاً چه شکلی باشه. این جلسه 10 ساعت طول کشید، 10 ساعت کامل. هیچ کس هم دستشویی نرفت. در طول جلسه اختلاف نظر زیادی وجود داشت، اما همه روی یه موضوع با هم تفاهم داشتن. موتور ماشین حتما باید تنفس طبیعی باشه، چون حتی کوچکترین مقدار تأخیر توربو هم برای اونها قابل قبول نبود. اونا بهش میگن توربو لگ. از موتورش که بگذریم، ماشین باید سبک می بود. منظورم از سبک اینه که از همه سوپر اسپورت های دیگه سبکتر باشه. چرا سبک باشه؟ چون باید سریع باشه. مکلارن میخواست ماشینی بسازه که سالها بعد از عرضه همچنان سریع‌ترین ماشین دنیا باقی بمونه. عملاً میخواستن یه مأموریت غیر ممکن انجام بده.
اولین مشکل بزرگ موتور ماشین بود. دیدین تو جام جهانی تیم ملی انگلیس مربی آلمانی داشت؟ تازه کلی هم بهش اعتراض میکردن. این قضیه سر دراز داره. حالا چه ربطی به داستان ما داشت؟ برای ساخت موتوری که تقریبا غیر ممکن به نظر میرسید، این شرکت بریتانیایی رفت سراغ استادای آلمانی. حالا تو کجا؟ تو BMW. تکرار کن. Bayerische Motorenwerke. Wait, what? مهندسای BMW با ترکیبی از اراده، جادوگری و البته مقدار زیادی پول موتوری رو ساختن که سالها تجربه پشتش بود. یه موتور 6.1 لیتری 12 سیلندر و البته تاکید میکنم بدون هیچ توربویی، تنفس کاملا طبیعی. و قدرت موتورش 600 اسب بخار بود. در همین حین مکلارن با یه مشکل دیگه هم روبرو شد. این موتور 12 سیلندر گرمای وحشتناکی تولید میکرد. پس مهندسا باید محفظه موتور رو جوری طراحی میکردن که بتونه این حجم از گرما رو تحمل کنه. بعد از بررسی‌های مواد مختلف فهمیدن بهترین چیزی که میتونن استفاده کنن طلاست. یس خود طلای واقعی. حالا اینجا یه مشکلی پیش اومد. مهندسا رفتن پیش مدیرا و یه درخواست عادی کردن. ببخشید جناب، برای ساخت این محفظه موتور یکم طلا نیاز داری. حالا مدیرا چی گفته باشن خوبه. باشه، چه ایده خوبی. اما باور کنید یا نه، حتی استفاده طلا هم جذاب‌ترین قسمت این ماشین نبود. بخش مسابقه مکلارن قبلا استفاده از فیبر کربن تو فرمول 1 رو متحول کرده. برای اینکه ماشین جدید همون وزن و استحکام مورد نیاز رو داشته باشه، مکلارن تصمیم گرفت بدنه ماشین خیابونی‌هاش هم از فیبر کربن باشه. این تصمیم باعث شد ماشین جدید مکلارن تبدیل بشه به اولین خودرو تاریخ که با این روش ساخته شده. فیبر کربن نسبت به وزنش از آلومینیوم، پلاستیک و فولاد استحکام بیشتری داره. اما یه مشکل کوچیک وجود داره. قیمتش خیلی زیاده. پس مکلارن هم تصمیم گرفت یه عالمه پول خرج کنه. آخرش هم یه کار عجیب کرد. صندلی راننده رو گذاشتن وسط ماشین. با وجود قرار گرفتن راننده تو وسط ماشین، مهندسا موفق شدن 2 تا صندلی سرنشین دیگه هم داخل خود رو جا بدن. این 2 تا صندلی شدن صندلی عقب این ماشین. یعنی ماشین جدید مکلارن 3 نفره بود. قطعا به هر 3 صندلی هم احتیاج دارید. چون اگه با یه مکلارن برید مهمونی، قطعا موقع برگشت نیلوفر پرستور هم با خودتون میارید. با توجه به اینکه مکلارن بیشتر از هر چیزی به خاطر ماشین فرمول 1 معروفه، پس تعجبی نداره که اسم ماشین جدیدش شبیه اسم موشک باشه، یعنی F1. مکلارن F1 از سال 1993 برای فروش عرضه شد. قیمتش هم یکم بیشتر از $1 میلیون بود که واقعا مفته. با توجه به این قیمت تعجبی نداره که در مجموع فقط حدود 100 دستگاه مکلارن F1 تولید بشه. اما واقعا این مهم نبود. F1 دقیقاً کاری که بهش داده بودن رو انجام داد. تبدیل شد به یکی از بهترین خودروهای تاریخ. دقیقاً همون چیزی که بروس مکلارن خدا بیامرز همیشه آرزوش رو داشت. این ماشین هنوزم سریع‌ترین خودروی تولیدی تنفس طبیعیه. حواستون پرت نشه، مکلارن اول فقط ماشین مسابقه‌ای میساخت. پس طبیعتاً یه نسخه مسابقه‌ای F1 هم ساختن. اسمش هم گذاشتن F1 GTR. بعدش هم ماشین رو وارد مسابقات مختلف کرد. یکی از این رقابت‌ها مسابقه 24 ساعته لمان تو سال 1995. همه شرکت‌ها با ماشین مسابقه‌ای و مخصوص پیست اومده بودن. اما F1 GTR مکلارن یه ماشین خیابونی بود که فقط یکم تغییر کرده بود. چه تغییری؟ یه بال عقب بهش اضافه کرده بودن با 4 تا لاستیک مسابقه‌ای. همین. تقریبا هیچ کس انتظارش رو نداشت که مکلارن نتیجه خوبی بگیره. اما برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها با کمک بارون شدید و البته رانندگی فوق‌العاده راننده‌های مکلارن، F1 GTR موفق شد مسابقه رو ببره. این برد به تنهایی هم جالب بود. ولی باعث شد مکلارن به یک رکورد برسه. اولین شرکت در تاریخ که تونسته بود تو هر 3 تا رقابت بزرگ پیروز بشه. فرمول 1، ایندی 500 و مسابقه 24 ساعته لمان. مکلارن قبل از اینم جذاب بود، اما با این هتریک جذاب‌تر هم شد. اونقدر جذاب که مکلارن F1 هنوزم یکی از معروف‌ترین ماشیناییه که تا حالا ساخته شده. یه ماشین خواستنی و کلکسیونی. یه فکت باحال هم هست اینجا. مستر بین با یکی از این ماشینا تصادف کرد. بعد از F1 مکلارن تقریبا برای 15 سال وارد یه دوره کمکاری شد. البته همکاری با مرسدس باعث شد تو سال 1999 مرسدس بنز SLR مکلارن تولید بشه. یه گرند تور با بیشتر از 600 اسب بخار قدرت. اما واقعیت اینه که SLR بیشتر پروژه خود مرسدس بود.
و مکلارن تو ساختش کمک کرده بود، تا اینکه تو سال 2010 از کنارش یه شرکت کاملا جدید تأسیس شد، مکلارن اتوموتیو. این شرکت یه جورایی جانشین مکلارن کار محسوب میشد، جانشین همون شرکت کمکار قدیمی مکلارن بود، همون شرکتی که مکلارن F1 رو ساخته بود. حالا اینجا یه سوال به وجود میاد، شرکت جدید مکلارن چطور میخواست ادامه دهنده راه یکی از بهترین ماشین‌های تمام تاریخ بشه؟ اولین تلاش این شرکت خودروی MP4 12C بود، یه سوپر اسپورت نسبتاً معمولی برای رقابت مستقیم با فراری 458. ماشین خفنی بود، نرم و سریع و دقیق و کاملا مهندسی شده. بعضیا میگفتن 312 عقبه و شخصیت ماشین‌هایی مثل فراری و لامبورگینیو نداره، یعنی مثلا برخلاف اونا هر دفعه که استارت می‌زدید روشن میشد. 312 فقط بازگشت مکلارن به جاده‌های دنیا نبود، این اولین مکلارنی بود که حتی میلیونرهای معمولی هم میتونستن بخرنش. ماشین بعدی مکلارن یه خودروی هیبریدی بود، مجموع قدرتش 900 اسب بخار بود، تقریبا تمام ماشین هم از فیبر کربن ساخته شده بود. 0 تا 100 چقدر؟ فقط 2.8 ثانیه. اسمش هم مکلارن پیوان بود. مکلارن پیوان تمام تصورات قبلی درباره فناوری هیبرید رو زیر و رو کرد. تا قبل از اون خیلی‌ها هیبرید رو فقط یه فناوری برای کاهش مصرف سوخت می‌دیدن، اما پیوان نشون داد موتور الکتریکی میتونه برای ساختن یه هیولای سریعتر هم استفاده بشه. وقتی سیستم هیبریدی رو با وزن پایین و سیستم تعلیق پیوان ترکیب می‌کردی، نتیجه یکی از وحشی‌ترین ماشین‌هایی میشد که تا اون زمان ساخته شده. بعد از اونم مدل‌های مختلف مکلارن یکی یکی از راه رسیدن. C540 در اصل برای بازار چین ساخته شده، اما تو بازارهای دیگه هم عرضه شد. سال بعدش هم نسخه گرند تور با اسم GT 570 معرفی شد. یکم بعد یعنی سال 2018 مکلارن S720 رو به عنوان جایگزین S650 معرفی کرد. مکلارن اتوموتیو رویای 50 سال پیش بروس مکلارن رو عملی کرد. F1 برای همیشه استاندارد ماشین‌های سریع و سوپر اسپورت رو تغییر داد و البته پیوان هم دوباره همین کار رو تکرار کرد. راندنیس واقعا باعث افتخار برند مکلارن شد، اما تو سال 2017 دنیس آخرین سهام باقی مونده‌اش رو هم فروخت و از شرکت کنار رفت. مکلارن از اون به بعد با یه مدیریت جدید وارد دنیا شد، اما شروعی که راندنیس برای این شرکت ساخته بود واقعا فراموش نشدنی بود. شما الان هر چیزی که نیاز درباره مکلارن بدونید رو میدونید، یعنی هر جا اسم مکلارن اومد کلی حرف واسه زدن دارید. اگه میخواید حرفای بیشتری واسه زدن داشته باشی کافیه دکمه سابسکرایب رو فشار بدید. من کامیارم و تا ماشین بعدی حسابی منتظرتونم.